چالش 5 روز ساخت 5 اکسسوری بیرون از خونه. روز اول کتابخونه. صبح ساعت 10 حرکت کردم سمت کتابخونه مرکزی. زمانی که برای کنکور داشتم درس می‌خوندم، کتابخونه تبدیل شد به مکان عمومی مورد علاقه من توی سطح شهر. اونم به خاطر سکوتی که داخل سالن مطالعه وجود داشت. کتابخونه مرکزی هم از زمانی که ساخته شد تبدیل شد به کتابخونه محبوب من. برای اینکه این چالش رو داخل کتابخونه انجام بدم، باید کارم رو بدون سر صدا انجام میدادم تا بقیه افرادی که اومده بودن مطالعه کنن و درس بخونن اذیت نشن و مزاحمشون نشم. وسط کار 2-3 باری اون طرحی که ساخته بودم رو دوست نداشتم و مهره ها رو جدا کردم و دوباره نخ کردم تا طرحی که مورد تاییدم بود رو پیدا کنم و اینجا هم اون طرح تایید شد و ساخته شد و حلقه و قفلش رو سرهم کردم و محکمشون کردم و این هم طرح نهایی که ساخته شد. شما بگید جای بعدی کجا باشه؟